سلام آقا، ببینید این شخصیتی که تو صورتتونه جلو چشاتونه، این متالبت اسمش و جزو قهرمان رنک اس انیمه وان پانچ منه یا مرد تک مشتی که امروز سرش داریم دیگه. حالا اگه نمیدونی این شخصیت که میتونی بری انیمه وان پانچ من فصل 2 قسمت 4 و 5 رو ببینیم. خب آقا این بالا یه طراحی مانگا یا طراحی پایینی هم واسه انیمه است. من نمیدونم چجوری انیمه سازنده انیمه رو شیشه بودن این طرح رو کشیدن، چی بودن طرح به این خفنی رو برداشتن کردن بچه سوسول دبیرستانی. واقعا من نمیدونم کلا. حالا اینا طراحی منه که از جفتشون ایده گرفتم و کشیدم. و در آخرم 2 تا سوتی بگم که اولی واسه متالبته که اون بالا چجوری اینقدر سری لباسش باره شد، چجوری اصلا کتش در اومد.